جناب عبدی ممنون که امروز قبول کردیم میزبان مایفونیکس باشیم. باعث افتخار. خیلی دوست دارم مخاطبین مایفونیکس با نگرشتون نسبت به دنیای زیر آب بیشتر آشنا بشن و برای خودم خیلی جالبه بعد از 12 سال فعالیت تو زمینه سلامت و ورزش به خصوص مربیگری بدنسازی اصلا چی شد که به غواصی روی آوردیم؟ منم سلام عرض میکنم خدمت شما مخاطبین عزیزتون. باعث افتخاری که در خدمتتون هستم. بخوام خدمتتون بگم که چی شد که از بدنسازی اومدم غواصی. باید از اینجا شروع کنم که برای من همیشه اهمیت معنا و عمق کاری که تو زندگی انجام میدادم برام مهم بوده. چه موقعی که به صورت فیزیکی عزیزانم تو حوزه بدنسازی راهنمایی میکردم و الان به صورت آنلاین این کارو انجام میدم. چه موقعی که مربیگری بدنسازی و توی تهران باهاش خداحافظی کردم و اومدم توی قشم. غواصی در اصل ما بهش میگیم بازگشت به رحم مادر. چرا؟ چون تمام انسان‌ها کسایی که متولد شدن 9 ماه تو رحم مادرشون زندگی کردن. درسته اونجا چیزی یادشون نمیاد ولی به طرز خیلی عجیب غریبی غواصی و دنیای زیر آب و وقتی که اون عزیزان و همه ماها زیر آب قرار میگیریم و سرمون زیر آب میره بازنوازی اون رحم مادر رو برای ما داره. برای همین به اقیانوس‌ها ما میگیم اینجا رحم مادره و ما باز میگردیم به خونمون. توی غواصی که شما اصل مدیتیشن رو به معنی کلمه و عمق وجودش تجربه میکنید. وقتی که دهان بسته میشه شما خوب میبینید، خوب میشنوید و تمرکز دارید به تنفستون و بعد از غواصی شما یه حالی رو تجربه میکنید که بعد از شاید ساعت‌ها مدیتیشن بتونید تجربه کنید. بعد از 40 دقیقه 50 دقیقه که توی آب شما قرار میگیرید و وقتی که میایید بیرون این 50 دقیقه شاید مثل 5 دقیقه براتون گذشته باشه و چنان حال خوبی رو برای خودتون و عزیزانتون میتونید برمقام بیارید که میتونه تاثیر فوق‌العاده مستقیم و مثبت روی زندگی خودتون و اطرافیانتون بذاره. چه توصیف دقیق و جالبی از دنیای زیر آب و غواصی کردیم. من خودم راغب شدم که تجربهش بکنم. برام خیلی جالبه بدونم زمانی که انتخاب کردین این مسیر رو پیش ببرین آدم‌ها نظرشون چی بود؟ طبیعتاً موقعی که شما مسیر جدیدی رو میخواید توی زندگیتون شروع کنید، چه موقعی که من میخواستم بدنسازی رو شروع کنم بیام سراغ مربیگری، چه موقعی که میخواستم بیام قشم برای ادامه کارهای غواصیم، آدم مخالفتایی رو میشنوه ولی خب این مخالفت‌ها نظرهای شخصی هر فردی هست و شاید از اون نمهای خودش نشأت میگیره. در اصل به قول کتاب 4 میثاق که یه میثاق هست که آدم چیزی رو نباید به خودش بگیره. وقتی میدونی راهی درسته، وقتی میدونی مسیری واسه حال خوبت و عزیزانت ساخته شده و میخوای بسازیش و رهسپار اون مسیر بشی، بهتر که انجامش بدی. 100% هر انتخابی، هر آگاهی یه بهایی رو داره یا یه سری بهاها رو داره شما باید بپردازین، چه درونی چه بیرونی. مثل اینکه من از زندگی شهریم دور شدم، اومدم توی جزیره دارم زندگی میکنم، حالا به هر دلیلی که دوست دارم و ندارم به هر حال یه چیزایی رو از دست دادم و یه سری چیزا رو میخوام به دست بیارم. در اصل نتونستن این وسط وجود نداره. اگر کاری رو بخوای انجام بدی و منجر به حال خوب درونی و بیرونی خودت و عزیزانت بشه. زندگی توی جزیره رو چطور توصیف می‌کنی؟ زندگی توی جزیره، هر جزیره‌ای اصلا کاری ندارم، چون زمین رو ما واسش مرزبندی تعیین کردیم. مثلا کی گفته اینجا شما باید اجازه بگیری جایی بری؟ زمین برای همه است، همونجوری که دریاها مال همه است. شما خودتون توی آب میذارین بدون هیچ مرزی به اقیانوس‌های آزاد وصلین، در کل آب‌های موجود تو زمین وصلین، در صورتی که خودتون هم 70%تون آبه، یعنی از طریق پوستتون که خودش هم درصد زیادیش باز آب هستش به یه دنیایی وصل میشید که هیچ انتهایی نداره یا از انتهاش ما خبر نداریم. بودن توی جزیره خوبیش اینه که شما پاتون رو روی زمین میذارین، به عمق زمین و مادر زمین وصلین. موقعی که شما توی شهر پاتون رو باغچه کنارتون میذارین 5 متر زیرش 10 متر زیرش بتون و سازه انسانیه و نمیتونیم بگیم شما کاملا به اون چیزی که باید وصل باشید وصلین. ولی خب توی سرزمینایی، حالا نه لزوما جزیره، جایی که انسان دخالت کمتری کرده باشه، مثل جزایر، مثل جنگلا، مثل جاهایی که انسان نبوده، در اصل وقتی شما توی این سرزمین‌ها که پاتون رو میزنین و هیچ حائلی از سازه‌های انسانی بین پای شما و قعر زمین و قلب مادر زمین قرار نمیگیره، شاید بدن شما به اون فانکشن و عملکرد اصلیش برمیگرده، به اون بازدهی اصلیش برمیگرده. توی یه همچین سرزمینه که شما زندگی میکنید معمولا از برنامه‌ریزیاتون عقب نمیافتید، راحت کار میکنید، بیشتر میتونید کار کنید، بهتر میتونید استراحت کنید، بهتر از عمل کردن
عملکرد عذرخواهی میکنم مغز و جسم و روح و روانتون میتونید بهره مند شین و به اهدافتون برسید. بدون شک زندگی شهری ما رو از این سیستم و زندگی طبیعیمون دور کرده، چون به نظر من ماها یه جور ربات بیولوژیک هستیم. توی حالا بدترین حالت بخوایم در نظر بگیریم، وقتی که شما فرض کنید یه مرغ یا شامپانزه رو درون آزمایش قرار میدین، اون نمیفهمه درون آزمایش چون شما هوش برتر هستی. درسته؟ اگر هوش برتری از ما وجود داشت، برتری از ما وجود داشته باشه که ما رو داخل یه آزمایش قرار داده باشه، ما به اون میگیم معنی زندگی. فکر می‌کنیم الان داریم کار می‌کنیم، وای الان صبح تا شب بعد برم سر کار ترافیک بمونم، 10 تا ویلا بخرم، 10 تا ماشین بخرم، این کارو بکنم، اون کارو بکنم الی آخر. ولی یه لحظه مکس به این نمیدیم، یه حساب به این نمیدیم، ببینیم که واقعا داریم چیکار می‌کنیم. چرا؟ چون آلوده و غرق اون زندگی شهری شدیم و دور شدیم از اصل خودمون. برای همین همش خسته ایم، همش حالمون بده، همش میخوایم غر بزنیم، همش میخوایم منتظر 2 روز سفر باشیم که بریم باز خودمون رو به طبیعت وصل کنیم. شاید یکی ندونه وای من چرا میرم جنگل حالم خوب میشه، وای من چرا میرم تو دریا حالم خوب میشه. چون تمام چیزایی که اینجا وجود دارن مشغول وظیفه و رسالت اصلیشون هستن. ما یه جوری زندگی میکنیم انگار 2000 سال زنده ایم، یه جوری خونه ماشین میخریم انگار 3000 سال زنده ایم. ولی واقعیتش اینه که مثلا برای خود من نصف خوبش اصلا گذشته. میریم تو سراشیبیه دیگه. شما تو مفیدترین سن الان به زمینمون 70 سال ما زنده ایم. یا اگه بخوایم خیلی تو اشل بزرگتر بهش فکر کنیم، کلا عمر این منظومه شمسی حدود 4-5 میلیون ساله. حدود 2 میلیون سالش گذشته. 2 میلیون سال دیگه با اولین، چون خورشید داره همه چی رو به سمت خودش میکشه به صورت خیلی جدی و با سرعت خیلی بالایی، با اولین ورود اولین سیاره منظومه شمسی به خورشید همه چی نابود میشه. آیا واقعا ما اومدیم دکتر مهندس بشیم؟ آیا واقعا ما اومدیم مثلا مربی بشیم، غواصی کنیم، الی آخر همین خونه بخریم، ماشین بخریم، کار کنیم، صبح 7 صبح بریم 8 شب بیایم بیرون؟ آیا واقعا ما برای اینا اومدیم؟ یا اگر ما زاده عشقی هستیم، زاده متولد شده عشقی از دل مادر زمین هستیم، رسالتی جز مراقبت از خودمون و عشق دادن به خودمون و محبت کردن و عشق ورزیدن به دیگران اگه میمونه؟ همون کاری که طبیعت با ما میکنه، همون کاری که دریا با ما میکنه. شما کانتینر زباله تو دریا بریز، مگه دریا لجن میشه؟ نه، پسش میزنه، پسش میده به خودت شب تو ساحل. میگه این واسه من نیست، من ذاتم پاکه، من قلبم پاکه، من فقط وظیفه‌م عشق دادنه. اینجوری میتونیم دریا دل باشیم خودمون با استمرار. مثل دریا، چجوری دریا از برخورد سالیان سال، دهه‌های مختلف به سنگ همچین شکل‌های قشنگی رو روی سنگا میسازه با استمرار و تکرار. فقط یه مایعی که ما خیلی روی دستمون حرکت میکنه، دستمون رو باهاش میشوریم، به صورتمون میزنیم، تراوت داره، ولی هیچ وقت فکر نمی‌کنیم آب بتونه سنگو سوراخ کنه. ولی پشت کار، استمرارش، دریادلیش و با این عمقی که داره میتونه تأثیر بذاره روی سنگ. ما هم میتونیم تأثیر بذاریم روی زندگی خودمون و بقیه. با چی؟ با اون دریادلی که میخوایم توی خودمون به وجود بیاریم. نمیگم لزوما با غواصی، هر کی روش خودش رو داره توی زندگی، هر کی. با اون استمرار، با پشت کار و توجه نکردن به اون انرژیای منفی که شما ازش دم زدین، که میگین بعضیا شاید مخالفت واسه کار ایجاد کنن. شاید اگه دریا یه روزی میگفت که من میخوام سنگو سوراخ کنم، دوستاش بهش میخندیدن، گفتن که تو با این لطافتت میخوای سنگو سوراخ کنی، ولی خودش میدونه که شاید بعد 50 سال بتونه عمیق‌ترین شکاف‌ها رو تو دل سنگا به وجود بیاره. دقیقاً درسته. هر کسی رسالتی داره و فقط باید به قول معروف راهنمایی بشه تا اون رسالت رو پیدا بکنه. و مخصوصاً وابسته به حرفی که زدیم، در دهه‌های گذشته ما در دست طبیعت دخالت‌های زیادی کردیم. امیدوارم مادر زمین بچه‌هاش رو مورد لطف و رحمت خودش قرار بده و دست طبیعت انتقامش رو از ما نگیره. آقای عبدی، خیلی دوست دارم بدونم چطور شد به دنیای غواصی علاقه‌مند شدیم؟ چیز خاصی، عنصر خاصی یا چی ترغیبتون میکرد؟ خیلی سوال جالبی پرسیدین، چون من خودم خیلی علاقه‌مندم کلا راجع به این مفهوم و این موجود صحبت کنم. من حقیقتش عاشق موجودی شدم به نام اختاپوس، اشباح. من عاشق اختاپوس شدم، بعد عاشق دریا شدم. یه مستندی دیدم به نام اختاپوس معلم من. به این نتیجه رسیدم که چطور ممکنه یه موجودی مثل اختاپوس جاش رو کره زمین باشه و یه موجودی مثل انسانم که داره این کارا رو انجام میده روی کره زمین باشه. اختاپوس شاید براتون جالب باشه بدونید 3 تا قلب داره و 9 تا مغز داره. اختاپوس یه موجودیه که
شما رو الان یه چیزی لمس کنه میره تو غده هیپوفیزتون، بازخورد شما متوجه میشین یه قسمتی از بدنتون که اسمش نوک انگشته لمس شد. اختاپوس چیزی جایی نمیره. اختاپوس که مفهومی داره به نام خون آگاه. اختاپوس 2/3 آگاهی و مغزش تو خونشه. ما اصلا نمیدونیم در مورد چی داریم صحبت میکنیم. فقط اینو بدونید که اختاپوس هر چی رو لمس کنه هیچ جایی نمیره. تک تک بادکشاش پردازشگر داره. تک تک بادکشاش یه جور مغز جدان. یعنی به توضیح ساده تر تک تک سلولای بدنش داره زندگی رو تجربه میکنه. اختاپوس تنها موجودیه که در لحظه به معنی واقعی درون و بیرونش داره زندگی میکنه. برای همین به ثانیه‌ای رنگ عوض میکنه و رنگ اون محیط میشه و تکسچر اون محیط رو میگیره. لزوما رنگش نیست. اصلا بین روی صخره اون بلندی و پس بلندی صخره رو هم میگیره. ما معمولا انعطاف پذیر نیستیم. ما معمولا نسبت به شرایط مثل خیلی از به اصطلاح من بهش میگم گیر کردنهای زندگیمون گیر میکنیم. اگر یاد بگیریم حالا اون مفهومی که همیشه میگن ازش دم میزنن تو لحظه زندگی کنیم، مثل اختاپوس انعطاف پذیر باشیم از نظر درونی، شاید خیلی کارامون راحت تر باشه. و یه موجودی اینقدر آگاه، یه لغتی کلا به اسم آگاهی منو هی شگفت زده تر کرد نسبت به دنیای آب. یا مثلا یه مطلب خیلی شگفت آور دیگه که در مورد اختاپوس‌ها وجود داره، شاید براتون جالب باشه، در مورد عروسک‌های اختاپوسه که دانشمندا اگه اشتباه نکنم توی دانمارک کشف کردن که اگر عروسک اختاپوسو بغل نوزاد نارس انسان بذارن، چون برای نوزاد انسان نارس باید شرایط محیطی مهیا بشه که شبیه رحم باشه، از دمای محیط، شکل کپسولی که هستن الی آخر، عروسک اختاپوس مثل جفت میشه برای نوزاد که یه چیز بزرگی داره که توسط رشته‌های بندناف بهش وصله و نوزاد انسان که نارسه با بغل کردن اون عروسک فکر میکنه هنوز تو رحمه و باعث رشدش میشه. یعنی از رشته‌های عصبی گرفته تا روانش تا معده‌اش تا استخوان بندیش همه چی شروع میکنه به رشد کردن. و همیشه برای من سوال بوده وقتی که عروسک یه موجود باعث رشد ما میشه، باعث تکامل ما میشه، چرا ما باید بخوریمش اصلا؟ چرا باید از بین ببریمش؟ یه موجودی انقدر آگاهه که حتی عروسکش هم داره به تکامل ما کمک میکنه، ما چرا اصلا باید توی چرخه غذاییمون این موجود باشه؟ یعنی دارین به من میگین یک آبزی یا دیدن یک مستند اختاپوس شما رو دعوت کرد به اینکه غواصی رو شروع کنین و بعد علاقه‌مند شدید به دنیای غواصی. اینجوری بگم که هول داد توی چقدر جالب. حالا دوست دارم بدونم شگفت‌انگیزترین حیوانایی که توی بهتر بگم آبزی‌هایی که زیر آب دیدین چیا؟ حقیقتش پیکسل به پیکسل اینجا شگفت‌انگیزه واقعا. قطعاً. یا شما می‌بینید و ازش آگاهید و شگفت زده میشین، یا اصلا نمی‌دونید و نمی‌بینین و ازش میگذرین. وگرنه از چیزیش واقعا نمیشه گذشته بگم این شگفت‌انگیزتره. ولی دو تا موجود جالب هستن که برای خود من جالب بوده وقتی در موردشون آگاهی پیدا کردم. یکی پلانکتون‌ها هستن. شاید تصاویر زیادی حالا خودتون یا مخاطبینتون دیده باشن از تصاویر شب دریایی که دست و توش حرکت میدن توی جایی که پلانکتون زیاده یا فصلش هست که نورای آبی روشنی مثل ستاره‌ها میدرخشن. این موجوداتی که با چشم دیده نمیشن خیلی شاید براتون جالب باشه که CO2 میخورن، مکانیزمشون اینجوریه و اکسیژن پس میدن. از نظر ما سم میخورن و اکسیژن پس میدن. یعنی همون کاری که درخت میکنه توی آب میکنه. حالا جالب‌تر اینجاست که 70% اکسیژن زمین رو پلانکتون‌های اقیانوس‌ها تأمین میکنن. یعنی موجودی که ما نمیبینیمش دلیل اصلی زنده بودن ماست. بعد من داشتم موقعی که با این مفهوم آشنا شدم به این فکر میکردم که خود من دارم چیکار میکنم، چی وارد بدنم داره میشه و چی خارج میشه، نه غذا، محتوا، اطلاعات، چی داخل روح من داره وارد میشه با چشام، با مطالبی که میخونم یا میبینم و چی از دهان من در میاد. آیا انقدر مفید هستم به اندازه موجوداتی که نمیتونم حتی ببینمش برای زمینمون یا نه؟ مثل همه انسان‌ها در راه تخریبشم. یا یه ماهی ما داریم، توتی ماهی، خیلی شکل قشنگی داره این ماهی، خیلی زیباست، هفت رنگه، بعضی از گونه‌هاش 2 تا دندون هم دارن. این ماهی کلاً مرجان میخوره و شن دفع میکنه. مدفوع این ماهی شنه. 70% شن اقیانوس‌ها از مدفوع این ماهی درست شده. جزایر از شناش درست شده، ماها روش زندگی میکنیم. بستر اقیانوس رو تامین میکنن شنای این ماهی. این ماهی 7 سال زندگی میکنه و سالی 1 تن شن درست میکنه. ما چی کار میکنیم؟ میگیریم یا این ماهی رو میخوریم یا میندازیم تو آکواریوم. بعد میگیم چرا مثلا خب حالمون بده، بعد میگیم چرا زمینمون گرم شد. بعد یه روز به خودمون میگیم بابا چرا تو زندگیمون هیچ چیز سر جاش نیست، چون خودمون داریم به هم میزنیم دیگه. یا چرا اصلا باید ایده ترک زمین تو مغز ما نهادینه بشه توسط خیلی از رسانه‌های مثلا دنیا.
چرا فیلم‌های آخرالزمانی باید ساخته بشه؟ شما بدونی اتاق تو داری فردا تحویل میدی، 2 تا آشغال بیفته جمع نمی‌کنی. شما این تو ذهنت باشه یه روز زمین میخواد نابود بشه 4 تا آشغال بریزیم جمع نمی‌کنیم، چون ما اینکه میخواد نابود شه دیگه. اصلا کی گفته ما باید جایی بریم؟ کی گفته ما نباید هوای زمینمون رو داشته باشیم؟ اکوسیستم خیلی عجیبیه دنیای زیرا. شما 1/10 هزینه‌ای که میخواد مریخ هزینه‌شو بریم اونجا زندگی کنیم و تو زمین هزینه کنیم ببینید چه آبادانی میشه. تو این چند مدت که تو جزیره بودیم با دنیای ناشناخته زیر آب در ارتباط بودیم، خرافه‌ای بود که خیلی نظرتون رو جلب کنه؟ مهمترین خرافه‌ای که میتونم در موردش صحبت کنم و خیلی جذابه در مورد چرخه غذایی توی آب به نظر من. اینکه انسان‌ها باید آگاه شن و بدونن که ماها تو چرخه غذایی هیچ موجودی توی آب قرار نداره. یعنی هیچ موجودی نیست که مثلا بگه آخ چون آدم برم بخورم. شاید الان 100% براتون پیش میاد که میگین کوسه با یه انسانی که رو تخته موج سواری دراز کشیده اشتباه میگیره و ممکنه بهش صدمه‌ای بزنه و بعد که متوجه میشه اون اصلا شکارش نیست اونم رها میکنه میره. اولین باری که کوسه رو دیدم هیچ وقت از خاطرم فراموش نمیشه. توی غواصی که توی مالدیو داشتیم این اتفاق برای من افتاد و توی اولین دایوی که من زدم کوسه رو دیدم و واقعا دیدن کوسه از نزدیک یه تیک بزرگ تو زندگی هر کسی باید بخوره. مثلا میگن که ما رفتیم توی دریا، عروس دریایی ما رو زد. درست عروس دریایی شما رو نمیزنه. شما این که به عروس دریایی برخورد میکنید اصلا دفاعی وجود نداره. شما باید بدونید مثلا تار عروس دریایی سمی هستش، منطقه‌ای که دارید غواصی شنا میکنید و به اون برخورد نداشته باشید. تارهای اون برای بقاش هستش. ماهی یا موجودی توی اون گیر میکنه و از اون امرار معاش میکنه و غذاشو میخوره. شما به دستت هم به اون بخوره خب پوست یه نوعی هست، یه جنسی هست که روی پوست تو هم اثر میذاره، دچار گزش میکنه. در اصل آسیبی به شما نمیخواد بزنه، اون برای بقاش هستش. تمام خرافات و ترسایی که توی آب برای آدما وجود داره به خاطر عدم آگاهیه. مثل اتاقتون، شما ممکنه سالها توی اتاقتون زندگی کرده باشین ولی وقتی تاریک باشه میرید دست و پاتون این ور اون ور میگیرید که به جایی نخورید. چراغ رو روشن میکنید میبینید چقدر همه چی قشنگ و مرتب و خوب هستش. آگاهی با انسان این کارو تو هر چیزی میکنه، مخصوصا تو دریا. شما وقتی آگاه میشین که هر موجودی که توی دریا وجود داره با شما هیچ کاری نداره جز این که برای شما یه حس خوب بخواد در مقام بیاره، لذت شما رو بیشتر کنه از دیدنش، میتونید این خرافه رو کنار بذارین و از بودن توی آب لذت ببرید. چقدر جالب. خیلی دوست دارم بدونم غواصی تو ایران تا چقدر پیشرفت کرده یا کمبود چه امکاناتی در حال حاضر؟ مثل خیلی از رشته‌های ورزشی و تفریحی که توی دنیا وجود داره و توی ایران هم وجود داره و فدراسیون جدا دارن، ایران هم فدراسیون غواصی داره. ولی خب همونجوری که مثل خیلی از رشته‌ها هست بهای زیادی بهش داده نمیشه و به صورت فردی و انفرادی با کمپانی‌های دیگه مثلا کار میشه. ما خودمون هم با کمپانی‌های دیگه کار میکنیم، نه مثلا فدراسیون خودمون. متاسفانه بها و بودجه خاصی واسش در نظر گرفته نشده هیچ وقت و افراد رو علاقه خودشون با هزینه‌های شخصیشون میان، حالا لوازم غواصی تهیه میکنن یا از کلوپی استفاده میکنن و غواصیشون رو انجام میدن. اگر بخوام بگم چه بهایی به غواصی که ایران داده میشه، در اصل نسبت به عظمت و عشقی که دریا به آدما میده هیچ ارزشی اینجا قائل نمیشه. از لوازم گرفته، از اینکه ما خب به خاطر شرایطمون هیچ نمایندگی از لوازم غواصی تو ایران نداریم و نکته مهمی که وجود داره این هستش که ما دریا رو خراب کردیم، ما اکوسیستم رو خراب کردیم، محلی که میخوایم غواصی کنیم و موجودات و زیبایی‌هاش از بین بردیم. شاید شما اسم مالدیو به گوشتون خورده باشه. مالدیو یکی از مهمترین میادگاه‌های غواصای دنیا هستش که اونجا میرن لذت میبرن. و چرا لذت میبرن؟ چون انسان با اکوسیستم و موجودات اونجا دوست شده و کاری نداره. شما سواحلی رو توی جاهای دنیا میبینید که مثلا سفره ماهی‌ها میان کنارتون شنا میکنن، نازشون میکنین، اصلا مردم لمسشون میکنن که البته کار درستی نیست ولی انقدر سیفه که توی حصاری از اصلا سفره ماهی‌ها قرار میگیرن و باهاشون شنا میکنن ولی هیچی به هیچی، نه آسیبی میبینن نه مشکلی براشون پیش میاد، فقط لذت میبرن. این قضیه اینجا وجود نداره چون هر چی رو اینجا دیدن تخریب کردن یا گرفتن خوردن و حالا به کلکسیونشون اضافه کردن. برای کسایی که میخوان غواصی رو شروع کنن توصیه‌ای دارین؟ توصیه برای هر کسی دارم که اصلا مهم نیست کجا هستش یا با کی میخواد غواصی کنه یا غواصی کنه. من توصیه‌ام به هر انسانی هستش که غواصی رو تجربه کنه، چون غواصی چیزی هست و دنیای آب دنیایی هستش که درون آدما و نگرششون عوض میکنه.
شما صلح و هارمونی و زیبایی و یه عمقی از عشق رو توی آب تجربه میکنید که میدونید این سازه دست انسان نیست و یه عمقی از خوبی و حس خوب رو تجربه میکنید که یکم زندگی توی خشکی حتی براتون عجیب غریب‌تر میشه. معمولا کسایی که غواصی میکنن دیدشون نسبت به خشکی و دنیای زیر آب عوض میشه. شما زندگیتون رو بعد غواصی طلا بگیرید، مثلا الماس بگیرید. یه چیز بزرگتری که شما اون زیر تجربه کردین که خیلی چیزای کوچیک دیگه نمیتونه شما رو تکون بده، واقعا درونتون رو بخواد تحت تاثیر قرار بذاره. دوست دارید بیشتر توی آب باشید. همونجوری که این جمله رو ما از همه میشنویم و برای خودمون هر بار تکرار میشه. شما 1 ساعت غواصی میکنید مثل 5 دقیقه براتون میگذره. گذر زمان زیر آب احساس نمیکنید. امکان نداره شما سرتون زیر آب بره و بتونید حتی به چیزی توی خشکی فکر کنید. کوه شادی، کوه مشکلات داشته باشید اینجا. ثروتمند باشید یا اصلا فقیر باشید. چیزی داشته باشید نداشته باشید. خوشحال باشید یا ناراحت. سرتون که زیر آب میره غرق اون مدیتیشن میشین و فقط حال خوب تجربه میکنید. این چیزی هستش که مثل اون فیلم فایت کلاب رو نمیدونم اگر دیده باشین، اعتیاد ایجاد میکنه برای آدم‌ها زیر آب. شما یه حجم و تراکمی از زندگی میبینید که توی خشکی نمیتونید تجربهش کنید. از موجودات گرفته، از پوشش گیاهی گرفته، از اون عشقی که موجودات زیر آب به هم دیگه دارن و از اون صلحی که کنار هم زندگی میکنن. شاید براتون عجیب باشه که چرا ماهیایی که مثلا شکار و شکارچیان توی آب زیاد میبینید که از کنار هم دیگه رد میشن، چون اون موجودی هم که شکارچی هست اون اکوسیستم برای بقاش داره زندگی میکنه. مثل ما نیست که بگه مثلا یه دونه خونه دارم بکنم 3 تا. نه، غذاشو امروز خورده یا چند روز قبلش خورده و امروز دیگه به اون کاری نداره، برعکس کاری که ما تو صحبتامون گفتیم انسان انجام میده. جالب ترین اتفاقی که براتون زیر آب افتاده چی بود؟ جالب ترین اتفاقی که افتاد برای من این بود که خب من همونجوری که گفتم عاشق اختاپوس شدم، رفتم غواصی رو شروع کردم و تو اولین غواصیم که توی مالدیو رفتم، به آنی که رفتم توی آب بعد چند دقیقه هم اختاپوس دیدم هم کوسه دیدم. یعنی یه صحنه‌ای بود که اختاپوس جایی خودش رو داشت استتار میکرد، کنارش هم یه کوسه بلکتیک خیلی آروم داشت شنا میکرد و این تلفیق دیدن این دوتا موجود تو اون صحنه توی عمق مثلا حدود 25 متری واسه من یه صحنه رویایی بود، واقعا توی قلبم ثبت شد. چیزی هست که منتظر دیدنش باشین هنوز ندیده باشین؟ من یه مفهومی درون قلب خودم دارم که اصلا میخوام مفهومو گسترش بدم به اینکه اختاپوس خودتو پیدا کن. حالا اختاپوس پیدا کردن لزوما معنی نیست که تو اون موجود توی آب پیدا کنی. منظور من اینه که اگر اختاپوس این حجم از توانایی هوش و کاربرد و مطابق شدن خودش با زیستگاهش رو داره، این اختاپوس درون ما هم وجود داره. ما میتونیم اون اختاپوس خودمون رو بیدار کنیم، ازش استفاده کنیم، از اون بهره هوشی خودمون، از اون فانکشن طبیعی بدن خودمون بتونیم بهره ببریم و زندگی بهتری داشته باشیم. بدون شک منتظر دیدن اختاپوس‌های زیاد من هستم توی آب. دوست دارم مثلا مثل اون مستندی که گفتم باشون دوست شم، بتونم همزیستی پیدا کنم، مثلا اختاپوس خودم رو داشته باشم واقعا. ولی این چیزی هست که توی زندگی خشکم دوست دارم رشدش بدم که به مثل یک اختاپوس بتونم یه زندگی همه جانبه در صلح کنار دیگران داشته باشم. برام جالبه بدونم تو تمام این مدتی که غواصی کردین چیزی بوده که جونتون رو به خطر بندازه؟ غواصی یکی از چیزایی که من علاقه‌مند به غواصی و آموزش غواصی شدم این هستش که شما باید از چند جانبه بودن مغزتون و حواستون استفاده کنید. حواستون باید به خودتون باشه، فول به تیمتون باشه، به یاری که باهاش هم غواصی میکنید باشه. اگر تو آموزش هستین به لحظه به نگاه هنرجوتون باید باشه و این چند جانبه بودنش برای من خیلی جذاب بود و هست. برای من خاطره اینجوری نبود که بخواد سهلنگاری انجام بشه یا مثلا مشکلی ایجاد بشه برای خودم یا هم تیمی‌ها. غواصیامون سیف بوده همیشه. چقدر خوب. قطعا تو کشور ما و حتی بین دوستامون آدم‌هایی هستن که حتی انگیزه از جاشون بلند شدن، از خواب بیدار شدن رو ندارن. حرفی داریم به اونا بزنیم؟ مهمترین حقیقتی که هممون باید باش رو بروشیم اول اینه که بدونیم هیچ چیزی یا کسی هیچ جا منتظر ما نیست که بخواد این انگیزه رو به ما بده یا بخواد ما رو هل بده به سمت چیزی، جز اینکه خودمون بخوایم این راهو بریم و قدم‌های اولش رو برداریم. انگیزه داشتن یا نداشتن خیلی شرایط محیطی بستگی داره. من اولش به عنوان یه مخاطب که شاید عزیزی یا دوستانم بیاد با من صحبت کنه که مهدی اصلا ما الان به بی انگیزگی رسیدیم،
اولین چیز واسه من اینه که اولا درکش کنم، بفهممش، نگم نه همه چی خوبه، همه چی گل و بلبله، مثل خیلی از این شعارهای انگیزشی زرد که میگن تو فقط 5 صبح بلند شو فلان کارو بکن، خیلی شعاری برو جلو این کارا رو بکن موفق میشی. نه، اینا دروغ محضه. شما اولا باید آگاه باشی که خودت باید به خودت کمک کنی و ببینی آیا محیطی که قرار گرفتی محیط مناسبی هست یا نه. تو درخت نیستی که یه جا ریشه کنی، به قول اون جمله معروف. میتونی حرکت کنی، میتونی پویا باشی. شاید یه کارمندی که توی شرکتی، توی جایی یا مؤسسه‌ای قرار گرفته که احساس بی‌انگیزگی میکنه، باید محیطش رو عوض کنه. لزوما انگیزه در اون آدما وجود داره. شما با تغییر محیط، یاد گرفتن یه حرفه جدید، میتونی این انگیزه رو برای خودت ایجاد کنی. نمیدونم اگر من 3 سال پیش با غواصی آشنا نمی‌شدم، با محیط آب با محیط و دنیای آب آشنا نمی‌شدم، نمیدونم الان تو این حالت، تو این سن، تو این موقعیت انگیزه الانمو داشتم یا نه. جوابی که به خودم میدم نه هست 100%. من شخصا محیطمو عوض کردم، حرفه جدید یاد گرفتم، دنیامو عوض کردم و باعث شد که دنیای اطرافیانم هم عوض کنم. یعنی این چراغی که برای من روشن شد، چراغی که از این عشق به دنیای آب زیر آب به دست من داده شد، با این چراغ تونستم دنیای اطرافیانم هم روشن کنم و هر کسی که کنار ما یا تیممون یا اصلا هر جای دنیا این تجربه دنیای زیر آب داشته، براش این دوباره انگیزه دار شدن در مقام اومده و میتونم این پیشنهاد رو به عزیزان بدم. الان کنجکاو شدم بدونم روزهایی هست در حال حاضر، با قبل کاری ندارم، که بی انگیزه بشین، انگیزشون رو از دست بدین، حال و روحیه نداشته باشین. میخوام بدونم اگه این اتفاق براتون پیش میاد چطوری بهش غلبه میکنه؟ من خب یه مدت زیادی هست به این مفهوم فکر کردم که به هیچ چیزی معنی بد یا خوب ندم، به هیچ چیزی زشت و زیبا نگم، چون تمام اینا نسبیه. تمام اینا حالاتی هست که ما باید تجربه کنیم، ازش رشد کنیم و قدمامون رو توی زندگی به سمت جلو برداریم. حالا جلویی هم که میگم به جایی قرار نیست برسیم، قرار فقط تجربه کنیم، مشاهده‌گر باشیم. 100% روزایی که بی انگیزه میشم، الان که خودم رو بیشتر میشناسم، به خودم استراحت میدم. لزوما دلیلی نداره من هر روز بخوام خیلی کار فیزیکی یا اصلا ذهنی انجام بدم. بعضی روزا من بدنم و ذهنم به من میگه که مهدی باید استراحت کنی. اون روز استراحت میکنم، یوگا میکنم، مدیتیشن میکنم، برای خودم آشپزی میکنم، کتاب میخونم، فعالیت‌های بیرونیمو کم میکنم و به خودم فرصت رشد میدم. تلاش میکنی میبینی هیچی انرژیای منفی، کسایی که میگن نمیتونی فلان الی آخر، تا اینکه یهو تو دیده میشی، یهو رشد میکنی، یهو این میوه درختت بار میده و میتونی اون انگیزه دوباره رو توی زندگیت به دست بیاری. و تنها چیزی که میتونم به هم نوع خودم بگم موقعی که بی انگیزه میشی این هستش که باید استراحت کنی، مطمئن باشی مسیر درسته، پویا باشی، به عقب بر نگردیم، رو هر مسیری که هستیم سعی کنیم قدمای هر چقدر کوچیکمون رو برداریم. یکم این جمله ها شعاری هستش ولی واقعا حقیقت داره. یه روزی ممکنه قدم کوچیک برداشتن انجام یه فعالیت فیزیکی باشه، یه روزی ممکنه خوندن 2 خط کتاب باشه، یه روزی ممکنه تو نسبت به هدفت یه فیلم ببینی یا آگاهی کسب کنی. هر چقدر ما بهتر مراقب این جسممون باشیم، مراقب روحمون باشیم، تجربه بهتری واسه ما در مقام میاد، تجربه بهتری ما میتونیم کسب کنیم. هر چقدر بیشتر مراقب جسممون باشیم، از هر نظری مراقب روح و مغز و روانمون باشیم، این تجربه واسه ما بهتر میشه و تجربه طولانی تری میشه. شما ممکنه یه تجربه رو یکی تو 30 سالگی بهش پایان بده به هر دلیلی، یکی ممکنه نه تا 100 سالگی 90 سالگی بتونه تجربه خوبی از دنیای اطرافش داشته باشه. در اصل دنیا رو برای خودش و اطرافیانش رنگی‌تر کنه. خیلی جالبه. هر کسی به صورت روزمره میتونه دچار استرس و اضطراب بشه. خیلی دوست دارم بدونم استرس داشتن رو خشکی با استرس داشتن زیر آب چه فرقی میکنه؟ ترس و استرس نشونه عقل و آگاهی و فکر کردنه، نشونه ذهن پویاه. این که استرس داشته باشین بد نیست، این یعنی اتفاقا شما دارید یه سری شرایط رو بررسی میکنید و ازش به نفع احسن برای خودتون استفاده میکنید. من همیشه مثال کبریت رو میزنم. شما با کبریت میتونی غذا درست کنی، میتونی یه خونه رو آتیش بزنی. اینجا چیزی کبریت بودن یا آتیش بودن رو بد نمیکنه. نحوه استفاده و عملکرد و مدیریت شماست که اون اتفاقو سازنده یا مخرب میکنه. استرس به ذات باعث میشه که شما یه سری هورمونای خوب و محرک تو بدنتون ترشح بشه که بتونید شاید سریعتر تصمیم بگیرید، بهتر تصمیم بگیرید و بتونید مدیریتش کنید، یه مدیریت بحرانی رو ببرید جلو. فرقی که توی خشکی داره و آب این هستش که شما باید مدیریت بحران خوبی توی آب داشته باشید. باید از قبل همه چی رو
تصویر سازی کرده باشید قبل غواصی. همونجوری که شما موقعی که بخواید شاید یه سفری برید خودتون رو تو اون جاده می‌بینید، تصور می‌کنید، فکر می‌کنید که من چیا لازم دارم، چه وسایلی برای سفر می‌خواید جمع کنین و الی آخر. تنها فرق مهمی که توی آب وجود داره ممکنه اولین اشتباه آخرین اشتباه شما باشه. یعنی یه چیزی هست که با جون شما مستقیم بند هستش. همون حدی که دارید لذت میبرید همون حد هم ممکنه شما رعایت نکنید پرخطر باشه. همین الان که ما داریم راه میریم ما زیر چشممون جلوی پامون رو داریم نگاه میکنیم. اگر شیشه باشه میریم از این ور میریم، اگر چیز تیزی باشه، چیزی آسیب زننده به ما باشه، ما حتی مسیرمون رو عوض میکنیم. این حالت توی آبم وجود داره. شما تصمیم میگیری، میبینی، مشاهده میکنی، درسته دچار استرس میشی، ولی با مدیریت و برنامه‌ریزی اونو رفع میکنی. بهترین چیز تمرین کردن مشاهده گریه توی زندگی به نظر من که بتونی استرس تو کنترل کنی. اینو از چی میتونی به دست بیاری؟ از یه مفهوم من بهش میگم، چون اسمی واسه مدیتیشن نمیتونم بذارم. شما وقتی مدیتیشن میکنی با خودی آشنا میشی، از خودت که همیشه ازش فرار کردی. توی مدیتیشن این گپی که هیچ فاصله‌ای ذهن با هوشمون براش نمیذاره، توی مدیتیشن اینو باز میکنی. وقتی باهاش آشنا بشی دیگه استرس دوست تو میشه، میتونی مدیریتش کنی. نمیشه چیز مخربی برای تو مثل اون کبریتی که خونه رو آتیش میزنه. میتونی باهاش یه غذای خوشمزه مثل اون کبریت، مثل اون آتیش درست کنی، هم خودت لذت ببری و تکامل پیدا کنی، هم دیگر. جایی نوشته بودید وقتی عاشق مفهوم درستی بشی در مسیر درستی قرار میگیری. امکانش هست بیشتر راجبش توضیح بدین؟ این مفهوم برای خود من خیلی جالب هستش و توضیح دادنش واقعا لذت بخشه. وقتی که آدم بدونه درست و غلط اولا وجود نداره. من وقتی از مفهوم درست صحبت میکنم توی قلب خودم، منظور مفهومی هستش که اولا آسیب به خودم و دیگران نزنه. یعنی من وقتی میخوام این کاری انجام بدم بدونم این کار آسیب زننده به خودم و دیگران نیست و منو رو به حال بهتری سوق میده. منظور اینه. این اتفاق برای خود من افتاد. من عاشق اختاپوس، عاشق آب شدم. اومدم با این دنیا آشنا شدم و تو مسیر درستی قرار گرفتم. فرض کنید عزیزی عاشق مفهومی مثل مفهوم نوع بودن ماه میشه توی زندگیش. میره در موردش تحقیق میکنه. اینو میاره مفهوم توی زندگیش و زندگیش میکنه. مثل کاری که من کردم. عاشق اختاپوس شدم، اومدم با دنیای آبی آشنا شدم. حال خودم خوب شد. حال عزیزانمو میتونم با این آموزش خوب کنم و دستشون رو بگیرم و با این دنیا آشناشون کنم. این از نظر من میشه یه مفهوم درست و منی که در راه درستی قرار گرفتم و این در راه درست قرار گرفتن و قدم گذاشتن پیش برای من اینو به ارمغان آورد که سلامت و روح و جسمم دوباره به من برگرده. دوباره بتونم به عزیزانم حال خوب هدیه کنم. دوباره وقتی فکر میکنم که چجوری میتونم به دیگران کمک کنم، به عزیزانم کمک کنم، اونا رو دعوت به همین مسیر بکنم و لازم نیست بعدش من دیگه کاری بکنم. خود این آب، خود این اقیانوس، خود مادر زمین و خود قلب مهربونش تمام کارا رو در اصل انجام میده. ماها فقط رونده تو این مسیر هستیم، در صورتی که تمام مقاصد هم یکی هستش. فقط یکی با حال خوب این مسیرها رو طی میکنه، یکی ممکنه با حال بد. از زمانی که یاد گرفتین خودتون رو دوست داشته باشین، دیدتون و رابطتون با محیط اطراف چه تغییر کرد؟ اول من دوست داشتم اینو بگم که این خودمون رو دوست داشتن به معنی خودخواه بودن نیست. به این معنی نیست که من خودم برای خودم مهمم و به دنیا و اطرافیانم و اتفاقاتی که داره میفته هیچ اهمیتی برای من نداره، من مهمم. نه، اتفاقا دقیقاً برعکس این مفهومه. شما نمیشه خودتو دوست داشته باشی و عاشق خودت باشی و عاشق سلول و جزء به جزء این جهان هستی نباشی، چه برسه هم نوع خودت. تو نمیتونی عاشق خودت باشی و دغدغه کسی که میشناسیش، عزیز، دوست، دغدغت نباشه، خوشحالیش خوشحالیت نباشه، ناراحتیش ناراحتیت نباشه. اتفاقا وقتی بیشتر عاشق خودت باشی، خودتو دوست داشته باشی، خودتو بیشتر تو این زنجیره عالم هستی میبینی. بهتر درک میکنی که تو هم دنباله هستی از این پازل کل عالم هستی، که حتی اگر این پازل عالم هستی یه تیکش هم نباشه، اون پازل کامل نیست، اون نقاشی، اون تصویر به نظرت قشنگ نمیاد. حالا اون یه تیکه ممکن همون آدمی باشه که تو نمیپسندیش یا ازش بدت میاد. باید سعی کنی که اونو بپذیری، قبول کنی، اونو مثل خودت دوست داشته باشی تا بتونی زندگی بهتری داشته باشی. جناب عبدی، ورزش بر سلامت جسم و روح چقدر تاثیر داره؟ وقتی شما روتین ورزش داشته باشید توی زندگیتون، نه لزوما اسمی هم روش نمیخوام بذارم، هر نوع ورزشی، هر نوع فعالیت بدنی، ولی به صورت مستمر و روتین داشته باشین، شما به سری نتایج دست پیدا میکنید. این نتایج باعث میشه که یه سری من میتونما رو درون خودتون تیک بزنید و این اعتماد به نفس و عزت نفس برای آدم برمقام بیاد که بتونه تو جاهای دیگه توی زندگیش استفاده کنه. لزوما ورزش شاید
به این نباشه که وای من الان دارم ورزش میکنم بدن خوبی داشته باشم با ظاهر خوبی داشته باشم. اینا چیزای دقیقاً ظاهری و گذرای ورزش هستش، ولی اون چیزی که تو عمق آدم ایجاد میکنه، اون اعتماد به نفسی که ایجاد میکنه، اون عزت نفس و اون من میتونم که ایجاد میکنه، تمام مراحل زندگی برای آدم قابل استفاده هستش. ورزش قهرمانی مساوی آسیب هست. به خاطر فعالیت‌های ورزشی سنگینی که طرف انجام میده، رژیم‌های سختی که خواهد گرفت و استفاده از شاید خیلی از داروها و مکملایی که حالا کسی که عادی بخواد ورزش کنه و تو حوزه سلامتی بخواد ورزش کنه اصلا نباید سراغ اون چیزا بره. ولی خب متاسفانه توی جامعه ما یه جوری جا افتاده که به قول خودمون، من خودم اول میگم، عقلمون به چشمونه و کسی رو که میبینیم مثلا داره میره بدنسازی کار میکنه لزوما یه بدن فوق‌العاده حجیم و با کات عضلانی عجیب غریب ازش انتظار داریم و همین انتظار باعث میشه خب خیلی از جوونا و همسنای خودمون به اون راهی که نباید کشیده بشن توی حوزه ورزشش. دقیقاً. برای خود من به شخصه صحبت کردن با شما انقدر جذابه که نمیخوام تموم بشه. مطمئنم که برای مخاطبین مایندفولنیکس هم این شکلیه. ممنون که تجربیاتتون رو در اختیار ما گذاشتین و آگاهیتون رو با ما به اشتراک گذاشتین. جمله آخرتون به مخاطبین مایندفولنیکس چیه؟ مطلب آخری که دوست داشتم به مخاطبین خوبمون بگم این هستش که انسان به ذات تمام افکار و اعمالش رو از روی دو منظر انجام میده، یا از روی ترس یا از روی عشق. سعی کنیم همه افکار و اعمالمون از روی عشق باشه تا توی مسیر درست توی زندگی قرار بگیریم. اینجوریه که حال خودمون و اطرافیانمون رو میتونیم بهتر بکنیم. مرسی.